سلام دوستان، من بیراد هستم. خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم باز دوباره براتون 99 شب میخوام تکی برم. هرون خب بیا بیرون دیگه. بیا بیرون. خب بچه‌ها، تو ویدیو قبلی مثل اینکه چیز بود، صدای دوستم نمیومد. واقعا متاسفم، ببخشید. چون که توی وایس چیز بودیم، گفتگو صوتی بودیم توی واتساپ، نمیدونم دیگه ضبط نکرد، صدای دوستم نمیومد، وگرنه میومد خیلی خوب میشد. به درد نمیخوره. حالا برمیدارم. اوکی. من زغال دیگه هم باش. ای آقا گوسک و گودکس گرفت چیز که پیدا کردم، یعنی گرفتم، میرم 20 تا چوب میزنم بدا رو بسازیم. همون دوتا بده اول بازی، یکی اولد بد، اونی هم ریگولار بد. همون ای بابا. کسایی که میخوان با ما بازی کنن اسمشون توی کامنت ها بذارم. یه چست اول بازی بده گوسک در بیاد، عالی میشه. تو ویدیو قبلی صدا خیلی بد میومد، اصلا معلوم نمیشد بعضی وقتا چی میگم. الان دوستم میگه نیم ساعت دیگه میام، نیم ساعت دیگه یه ویدیو دیگه میگیریم، تو چنل دوستم آپلود میشه. لینکش هم توی ویدیوی همون ویدیو چی بود داد، ویدیویی که دیشب گذاشتم، لینکش تو چیز همون هست، برید کپی کنید بریم ببینید. میگم یه ساعت دیگه آپلود بشه، 1 ساعت 2 ساعت دیگه. امروز هم فکر کنم 2 تا ویدیو داریم. راستی آپدیت گله رفت. یه چست نمیبینم. دو تا چست پیدا کردم. بیشتر گوتم. چستش هم پایینه. خوبه. یه گوسک بدین، این منطقه رو جارو میکنم. تنکیو. خیلی چیز به بخوری داری، فقط ریولورش کنم. ریولور ولم کو. سلام دوستان، چونین باشین. بمیر دیگه. خب دیاریز هانگری. خب گودکسشو به دست آوردیم. گودکس تیک خورد. کمپه. آره کمپه.
تا کم دارم. خب صبح شد. نایس. اوکی یو امشو و تکر جلو هم گرفته. تو رو خدا مدکیت خوبه ولی داره نمیخوره. آجی تکی حال نمیده. بعد 5 نفره بالا یک نفر باشه. یک نفر آسون تره میتونم ولی سخت منو به جمع کردن. الان من این بچه ها چطور نجات بدم؟ با توفه هم نجات بدم؟ نه با توفه نجات بدم. اگه اونجا باگ نمیشد ریوالورشو میداد الان میرم این بچه رو نجات میدادم. این برای نگشتیم هنوز بچه ها. باشید این خرگوش ها رو بزنم شاید به من بانی فوت دارن. الان هم کم کم باید شب بشه. میخوای بمیری؟ آقا تو رو خدا 30 ثانیه مونده. یه بانی فوت من خب 26 ثانیه. آقا سرینگم برو استفا برو. خب همونطور که گفته بودم الان باید 30 تا چوب بزنم. میزنم. اینجا از قبل درخت کاشته بودم 3 تایی. 9 تاش جوره. حالا 3 تا درخت کاشتم اون 3 تا رو مونده دیگه. سپریناشم بعدا میکنم. بچه ویدیو بعدی با یه دونه برنامه دیگه چیز میکنم چون این برنامه که تو خود گوشیم هست این ویدیو رو نمیتونم کات بکنم. میگیرین چی میگم؟ آره اوکی. حالا 9 تا بعد چوب دستم باشه. 9 تا چوبا کنار هم دیگه در میان. چرا چوبا کنار هم دیگه در میان؟ خب 34 تا چوب شد. من که خودم میگم 2 تا فارم بسازم.
بعدش یه دونه چوب لازم. پس فردا میرم کلی آهن جمع کنم. بعدش میرم اونی که سوپ درست میکنم منطقی سوپ درست میکنم. حالا ای به چه دردی میخوره این نمکتونه؟ نکنه با این میشه. او من با شما کاری ندارم. من با تو کار نداشتم، تو با من کار داشتی. غلط کردم. برو وای چی بود؟ چیز مهم نیست. برو شده هم خود بانداج یوز بدم. اوزا خیتر یوزر میتونم همینو برگردم کمفایر. بعد میخوام باز من روت جمع کنم چون که بشه هم گوشت تو لازم هم همینجا مزاحمی. بده من برم فقط. لول برم که بی خیالم شد. هنوز 1 دقیقه هست تا شب بشه. ببین من اینجاها یه دونه از اون ریشه های از اون چیزا پیدا کرده بودم. کو باید الان باز شده باشه. من یا بار دیگه بانک میتونم تا صبح اینجا بمونم. کار احمقانه است. امیدوارم چست چیز داشته باشه. نه گفتم اصلا چست زرده داشته باشه. شانس هم بره بالا چیز سک بگیرم. دارم برای این کورنه توی نافته جدر نمیخوره. میتونم از اون فلوتا بگیرم. خوب همینو بسته فعلا. 26 ثانیه دیگه وقت دارم. برو نه آقا یه روزم فقط باید این آقا من میخوام با این یکی رو نه چه درد میخوره. من هنوز نفهمیدم. اوکی بچه ها نکنید الان چیزا چیه این اسکرپ هم جوره. فقط باید چیز کنم. برید چون این گوشه میذارم. خوابی هم حویج بخورم. فردا این چوبامون هم چیز میشه. کلی چوب کاشتم اینجا. اوکی. نکنه درختایی که زدن چوباشون رو بر نداشت. سپیدینگاشون رو بر نداشتن. موقعی کم اوضاع خیته که گوشت رو میخوام. بابا تاکس میخوام پرتش کنم. لول فکر کنم فردا این مزرعه هامون هم چیز درست میشه. نمیشه همین آپگریدش کنم. همینقدر خب باید یه ران دیگه برم.